درود خدمت همه دوستان زیبایی. دوستان عزیز، امروز در خدمتتون هستیم با سوالاتی که زیباجویان توی دایرکت عمدتاً از ما می‌پرسن. این سوالات متداول همه زیباجو هستن. اولین سوالی که می‌پرسن اینه که ورم‌های بعد از جراحی لیپوماتیک یا ابدومینوپلاستی کی از بین میره؟ دوستان عزیز، 6 الی 8 هفته بعد از جراحی ورم‌ها کم کم شروع می‌کنن به کم شدن، یعنی حجمشون کمتر میشه و شما گیری که می‌بندین کم کم گشاد میشه به تنتون. 3 الی 6 ماه طول میکشه که نتیجه اصلی جراحی لیپوماتیک رو شما مشاهده کنید. یعنی بین 3 تا 6 ماه طول میکشه این ورم‌ها کلاً بخوابن. حالا سوال بعدی زیباجوها اینه که از کی ورزش شروع کنیم؟ این پیاده روی بعد از جراحی لیپوماتیک از همون روز عملتون شروع میشه. یعنی شما بعد از بلافاصله بعد از جراحی حالتون مساعد شد، استیبل که شدین، بعد توی همون بیمارستان شروع به پیاده روی کنید. فعالیت سنگینتون 1 هفته بعد از عمل باید شروع بشه، استاپ بخوره که فشار نیاد به عضلات و نواحی که جراحی انجام شده روشون. و باشگاه و بدنسازی اینا هم 2 ماه بعد از جراحی میتونید شروع کنیم به ورزش حرفه‌ای. حالا سوال بعدی زیباجویان اینه که تا کی ما باید گنمون رو ببندیم؟ ببینید دوستان عزیز، گن یه چیز ضروریه بعد از جراحی، باعث میشه که پوستتون بعد از عمل به بدنتون بچسبه. اگه گنتون رو نپوشین پوستتون شل و آویزون میشه و حالت افتادگی پیش میاد. کمترین حالتی که باید گن رو بعد از جراحی لیپوماتیک یا ابدومینوپلاستی ببندید اینه که کمی کمش رو 2 ماه رو ببندید. 2 ماه بعد گنتون به صورت مداوم بسته بشه. بهترین حالتش هم اینه که 6 ماه شما گنتون رو ببندین که فرم عالی بگیره بدنتون و پوستتون هم به بدنتون بچسبه. سوال بعدی زیباجویان اینه که از کی میتونیم حموم بریم؟ ببین توی جراحی لیپوماتیک از شب بعد از جراحیتون میتونین حموم بریم، ولی فقط با شامپو بچه بدنتون و سرتون رو بشورین و بیشتر از 10 دقیقه طول نکشه. توی جراحی ابدومینوپلاستی طبق تشخیص جراحتون معمولا بعد از 48 یا 72 ساعت بعد از جراحی شما میتونید حموم برید، ولی برای سونا رفتن و استخر رفتن حداقل باید 1 ماه از تایم جراحیتون بگذره. سوال بعدی زیباجومون اینه که از کی ما میتونیم مسافرت بریم؟ این کمترین حالت و کمترین زمان برای رفتن به مسافرت 1 هفته است. یعنی شما باید دوره نقاهتتون رفته باشه، یعنی شما باید دوره نقاهتتون سپری شده باشه، زخمتون بسته شده باشه که بتونید مسافرت برید، که کمترین حالتش 1 هفته است. بهترین حالت برای مسافرت رفتن و تفریح رفتن بعد از جراحی لیپوماتیک یا ابدومینوپلاستی یا پروتزینی یا هر چیز دیگه 2 هفته است. سوال بعدی زیباجویان این بوده که کبودیا کی از بین میره؟ این کبودیا کم کم، یعنی بین 3 روز تا 1 هفته طول میکشه که کامل ناپدید بشن. این هم از این. بس یه سوال آخری که زیباجویان اما همیشه میپرسن اینه که برای بارداریمون آیا مشکل ایجاد میشه یا نه؟ توی جراحی‌های زیبایی مثل پروتز سینه، لیفت سینه، لیپوماتیک، ابدومینوپلاستی و غیره هیچ مشکلی برای بارداری بعداً به وجود نمیاد و بهترین حالتش هم بین 1 سال تا 1 سال و نیم بعد از جراحی ابدومینوپلاستی. بعد از لیپوماتیک معمولا 6 ماه بعد مشکل ایجاد نمیکنه، میتونید اقدام کنید برای بارداری. ممنونم که همراه ما بودین. وقتتون بخیر.